سلام. به دنبال وقایعی که در پاییز و زمستون امسال در کف خیابون‌ها رخ داد، تنور انتخابات مجلس نظام سردتر از اون شده که ازش نونی برای ولی فقیه در بیاد. به طور خاص امسال که نظام دیگه تو پرتگاه سرنگونی قرار گرفته، دیگه حتی رمقی برای اجرای نمایش انتخابات هم باقی نمونده. همین آذر ماه گذشته بود که توی یکی از کانال‌های تلگرامیشون یک نظرسنجی گذاشتن که بیش از 600,000 نفر هم توش شرکت کردند و نتیجه این شد که 86% رأی نمیدهند. یه فکر نکنید که این مال کانال براندازاست. نه، کانال خودشونه با بیش از 1 میلیون ممبر. علت هم خیلی روشنه. بعد از اعتراضات آتشین مردم در 200 شهر دیگه خیلی از خودی‌ها هم رفتن تو خط ریزش و آمپر نگرانیشون برای آینده نظام بالا رفته و از شرکت در انتخابات دلسرد شدن. ملت چجوری صفشو جدا کنه؟ اعتراضشو چجوری نشون بده؟ ناراحتیشو چجوری بروز بده؟ کجا بیاد اعتراض کنه که شما بفهمید ملت ناراحته؟ خب میمونه همین که من توی پای صندوق نرم و رأی بدم، بلکه شما بفهمید ملت حالش بده. یه جوری ملت باید اینو بیان کنه. خب من به این نقطه رسیدم. البته در بررسی علل این وضعیت، تلویزیون حکومتی مثل همیشه عملیات روانی دشمنان نظام در شبکه‌های مجازی رو مقصر دونست. یعنی بعضی مملکت گل و بلبل بوده، ولی فقط چون توی مجازی هشتگ زدن تحریم انتخابات و از الان اینطوری شده. خیلی از جاها هستن مخصوصا در توییتر و اینستاگرام مثل منافقین در کمپ آلبانی و مرکز اعتدال عربستان میان الان برای ما عملیات‌های سایبری محتوایی انجام میدن در حوزه جنگ شناختی ترکیبی و خیلی از هشتگ‌هایی که امروز ضد ما داره ترند میشه یا هشتگ‌های ما که داره در این فضا حذف میشه یا اکانت‌های ما داره بسته میشه به دلیل فعالیت اینها است. ریپورت‌های سراسری میکنن اکانت‌های ما را، پست‌های ارزشی ما را ریپورت‌های سراسری میکنن. چجوریه؟ مگه شما نمیگفتید که این ضد انقلاب و اغتشاشگرها و براندازا همشون با هم چند صد نفر بیشتر نیستن و شما 10 میلیون نفرید؟ یعنی شما از پس اینا بر نمیاید؟ از پس خودشون که هیچ، از پس هشتگشون هم بر نمیاید؟ البته همین خط رو خبرنگارانشون در فضای مجازی دنبال کردند با هشتگ رأی نمیدهم، تحریم انتخابات. با آنالیز کردن این هشتگ ها به نتایج جالبی میرسیم. این سایت جهانی به ما نشان میدهد که چه کسانی از کجا هشتگ تحریم انتخابات زدند. بیشتر شناسه هایی که با این هشتگ پست زده اند یا دنبال کنندگان گروهک منافقین یا بازنشر کنندگان مطالب این صفحه هستند. فقط گزارشگر تیوی ریش به این تناقض پاسخ نمیده که اگر توییتر رو فیلتر کردی، پس چرا هر روز توی تلویزیون توییت های این و اون رو نشون میدی؟ مگه شما توییتر رو فیلتر نکردید؟ پس دیگه چی کار داری که اونجا کی داره هشتگ میزنه؟ اگر هم میگی که 10 میلیون طرفدار داری، خب توییتر رو از فیلتر در بیار، همه رو بریز توی توییتر، عملیات روانی رو پاسخ بدن. اینجا بود که تلویزیون آخوندی برای مقابله با کمپین میلیونی تحریم انتخابات چند تا کلیپ عظماپسند پخش کرد که با پاسخهای دندان شکن همه رو قانع کنه که توی انتخابات شرکت کنن. درسته تو کشور با مشکلات اقتصادی روبرو هستیم. در انتخابات شرکت میکنم تا هممون در کنار هم این مشکلات رو حل کنیم. یه جوری میگن تو انتخابات شرکت میکنم تا مشکلات رو حل کنیم که انگار الان اولین باره که قرار یک مجلسی تشکیل بشه. یعنی انگار هیچ حکومتی توی این مملکت نبوده، با این انتخابات تازه میخوان یه مجلس تشکیل بدن که مشکلات رو حل کنه. بابا جون، این مجلس 11متونه. مگه اون 10 تای قبلی چه غلطی کردن که اینا بخوان درستش کنن؟ حتی وقتی از ترس جونشون میخواستن قیمت بنزین رو بیارن پایین نتونستن. بیا اینا با اعلام نظر خامنه‌ای طرح لغو قیمت بنزین از دستور کار مجلس خارج شد. خامنه‌ای گفت قیمت بنزین هم که من میگم 3 برابر حرف اضافه نزنید تمام. بابا زمام امور این حکومت دست ولی فقیه و سپاهه که اونام انتخابی نیستن. مادام العمر اون بالا نشستن، بعد تو میخوای با انتخابات مجلس مشکلات رو حل کنی؟ اینا که پاشون به مجلس برسه میزنن تو خط دزدی و گلابی و چرت و سلفی گرفتن. ولی برای این نماینده هایی که خانم موگرینی میاد روحانی اینقدر خودشو کش داده اندازه پنیر پیتزا که با این خانم عکس سلفی بگیره، خاک بر سرمون، این عزته؟ بیا این از مجلس قبلیتون که پنیر پیتزا عذاب در اومد.
یکی دیگه از تأثیرات قیام که بدجور نمایش این دور انتخابات رو کساد کرده، شعار ماندگاره به معنای واقعی کلمه تموم شدن ماجرا رو این دور خودشون پذیرفتن. چون دیگه کسی اصلاح طلب و اصولگرا رو تحویل نمیگیره، الان دوگانه های جدیدی مثل بی ارزه و با ارزه به جاش گذاشتن. برعکس امروز مردم چالششون در حوزه بحث‌های سیاسی نیست که کی اصولگرای کی اصلاح طلب، دنبال جریانات سیاسی نیستن. امروز دعوا سر یکی کی ارزه داره کی بی ارزه. یعنی چون میدونه که دیگه جناح بازی توی این نظام خریداری نداره، الان افتادن به تولید برندهای جدید سیاسی، بی ارزه و با ارزه، که توی هیچ فرهنگ سیاسی پیدا نمی‌کنی. کاربری نوشته در گام دوم انقلاب جناح‌بندی سیاسی کشور باید بر پایه انقلابی و غیر انقلابی باشد. هر اصولگرایی انقلابی نیست و هر اصلاح طلبی غیر انقلابی نیست. نه که بسیجی‌ها خیلی آیکیوی بالایی دارن، این اومد معادله 2 مجهولی رو 4 مجهولی کرد که مخشون رو بیشتر تاب داد. خبرنگار تیوی دیش هم اومد خیلی در این زمینه نوآوری کنه، سقف زد رو ته چاه و فاتحه جناح‌های سیاسی نظام رو خوند. ما برای مردم 2 تا گزینه گذاشتیم. گزینه 1 بر اساس کارآمدی و توانمندی و گزینه 2 بر اساس جناح‌های سیاسی. شما کدوم گزینه؟ گزینه 1 فکر کنم درسته. به خاطر اینکه به نظر من اصلا جناح‌های سیاسی دیگه الان تو این دور زمانه به نظر مطرح نیست. اصلا چپ و راست نمیخوره. چپ و راست نداره، مستقیم باید باشه. طرف فکر کرده ازش دارن آدرس میپرسن. چرا یه جناح‌ها همیشه بر اساس خواسته ها و مسائل مالی که دارن و میخوان انتخاب بشن برنامه‌ریزی میکنن. اون کسی که کارآمد باشه و توانمند باشه باید بره تو مجلس. هر کسی نمیتونه بره. اگر دنبال کارآمد توی این نظام میگردی، پس میتونی از همین الان در مجلس رو 3 قفله کنی. چون کارآمد میخوای از کجا پیدا کنی؟ از کره ماه بیاری؟ آخه هر کسی که کاندید شده هم به ولی فقیه التزام داشته، هم از خورجین یکی از همین جناح‌ها در اومده دیگه. چیز دیگه ای توی نظام وجود نداره به خدا. ببین اگر یکم فکر کنید بد نیستا، چیزی ازتون کم نمیشه. البته رأی جمع کردن به هر قیمت توی این نظام حرف جدیدی نیست. این ادا و اطوارها اینقدر تابلوست که حتی توی فیلم‌های سینمایی خودشون هم به ثبت داده شده. چه مشکلی پیش اومده؟ چه مشکلی پیش اومده؟ هیچ مشکلی نیست آقا. بالاخره یه مشکلی پیش اومده که دست این بنده خدای بی‌نوار داری از جا در میاری. شما اول تذکر لثانی دادی؟ نه حاج آقا همینطوری حمله کردن به من. ندادی. خواهی قبیل شما چرا انقدر شما شلوغ میکنی؟ الان وقت انتخاباته. وقت این کارا نیست که. این کارا مال بعد از انتخاباته. هر یک نفر اینا یک رأی محسوب میشه. ما باید اینا رو من قبلا هم گفتم چی؟ به هر نحوی شده بکشونیم پای صندوق‌های رأی. انتخابات پرشوری داشته باشیم. وقتی جنگولک بازی و جناح بازی افاقه نکرد، دیگه از رو بستن که بحث فقط شرکت در انتخاباته. اینکه به کی میخوای رأی بدی هم دیگه مهم نیست. یا رأی میدی یا و امروز بعضی از همین سلبریتی ها میگن ما رأی نمیدهیم، یه بار رأی دادیم اشتباه کردیم رأی نمیدهیم. شما غلط میکنید اگه میخوای رأی ندید تو صفحه اجتماعیتون اعلام میکنید. دموکراسی از نوع آخوندی. ماکیاولی اگر بود باید میرفت جلو بوق میزد. حالا اینجوری تهدید میکنه. علم‌الهدی هم قبلا گفته بود که اگر رأی ندید این دنیا که هیچ، اون دنیاتون هم به فناست. یه جوری صحبت کرده که انگار یه مدت دربون جهنم بوده. میگه هر کی رأی نده جهنم رفتنش قطعیه. از اونجایی که این مدل تهدیدات دیگه دورانش به سر اومده، تو دکان دین فروشی آخوندی کالای انتخابات قلابیشون رو با یک آگهی دیگه هم میفروشن. رأی دادن به عنوان تکلیف شرعی. سوال کردن که در انتخابات شرکت کردن واجب است و اگر شرکت نکنیم کار حرامی انجام داده ایم. در جواب آمده است شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است و حتما باید شرکت نمود. سوال کرده یک خانومی که شوهر من گفته من راضی نیستم بری انتخابات شرکت. حکم شرعی من چیست؟
در جواب آمده شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست. بله، پس تنها جایی که در نظام آخوندی حق زنان رو به رسمیت میشناسن در امر رأی دادنه. البته نه فقط زنان، اساساً رأی دادن تنها حقیه که همه توی جمهوری آخوندی ازش برخوردارن. نوزاد بچه، زندانیان، حتی فوت شدگان. آخه مثلا کسی که میخواسته رأی بده پارسال فوت کرده، چرا حقش ضایع بشه؟ میتونه رأی بده. مهم رأی دادنه، چون انتخاب کردن که زحمتش رو شورای نگهبان کشیده. شما فقط بهش رأی بده. همین حرکت ساده. حالا همه این رأی‌ها چقدر ارزش داره؟ آیا این ارزش دارد آراء مردم یا ارزش ندارد؟ یعنی تمام این آرا مثل هزاران میلیون ها صفره. وقتی یک آمد معنا پیدا میکنه. اگر ولی فقیه تنفیذ نفرمود، اونجا چه میفرمایید شما؟ بازم میگید که ولیتموه امرکم، یعنی آرای مردم ملاکه یا نه آرای مردم بعد از تنفیذ ولی. حالا ببینیم که این یک که میخواد کنار صفرها وایسه وضع خودش چطوره؟ حال ایستادن داره یا خط تیره است؟ خامنه‌ای بعد از قیام‌های اخیر و آتشین شدن عکس‌هاش آقا آتشین میشود. علی گدا که دید دیگه نمیتونه منفوریت خودش رو بپوشونه، این بار از در التماس وارد شد و به گدایی رأی افتاد. ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خب نیاد، عیب نداره. از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه؟ باید در انتخابات شرکت کنه. چی شد؟ مگه تو نمیگفتی که تو جنازه گردونی قاسمتون 10 میلیون شرکت کردن؟ خب بگو همونا بیان به رأی بدن دیگه. چرا به گدایی رأی اون چند صد نفری افتادی که توی خیابون عکساتون رو پاره میکردن؟ بعد آخوند مشنگ، اون کسی که از تو خوشش نمیاد میخواد تو رو سرنگون کنه، دیگه نمیاد به حرفتو گوش کنه که. اینجا میگه هر کی از ما خوشش نمیاد به خاطر ایران بیاد رأی بده. البته ایران اسم مستعار خودشه، چون فردا بعد از انتخابات همه این رأی ها رو میریزه تو جیب خودش. نشون دهنده اعتماد مردم به نظامه. مردم آمدن اونجا به نظام اسلامی رأی دادن. رأی به هر نامزد انتخاباتی، آمدن پای هر صندوق، این رأی به نظام اسلامی است. هر یک رأیی در واقع رأی به نظام جمهوری اسلامی بود. این تو داخل کشور اینطوری باش پوز میده، اون یارو مالکش اعظم هم میره جلو خارجی ها جنایات نظام رو اینطوری ماسمالی میکنه. 73% of the population participate in presidential elections and vote for their next government. Without them, we're nothing. As I told you, if our government was trampling upon the rights of its people, as you seem to claim, 73% of the population would not turn out. پس هدف از کل این خیمه شب بازی که اسمش رو انتخابات گذاشتند، در آوردن یک عدد بزرگ رأی دهنده به عنوان سند مقبولیت نظامشون هست. چون اگر این عدد رو به دست نیارن، روز مصیبت برای نظامشون فرا رسیده. مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. این مصیبته و دشمن اینو میخواد. الان شما باید زودتر از من بشنوید. بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه، آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوق‌ها شرکت نکنن. مصیبت اونه. خب به نظر میرسه که روز مصیبت فرا رسیده، چون بعد از این همه تبلیغات روز 16 بهمن توی یکی از کانال‌های دیگه‌شون یک نظرسنجی گذاشتن که نهایتاً از 130,000 نفر این بار 82% گزینه رأی نخواهم داد رو انتخاب کردند. و البته اگر یک نگاه دقیق تر به این پست بندازیم متوجه میشیم که در مجموع 355,000 نفر این نظرسنجی رو دیدن. یعنی 220,000 نفرشون اصلاً حوصله نکردن توی این نظرسنجی شرکت کنن، چه برسه به این که بخوان روز انتخابات برن رأی بدن.
یعنی اینقدر براشون بی اهمیت بوده که طرف روی گوشی خودش یه دکمه رو لمس نکرده. بعد تو انتظار داری که روز انتخابات بره صف وایس رأی بده؟ با این افکار سنجی که اینجا اعلام کرده دیگه فردا نمیتونه برای مشارکت حد اکثری رقم سازی بکنه ها. یعنی بعد از این انتخابات دیگه ظریف بیجا میکنه جای صحبت از مشارکت 73% در انتخابات بکنه، چون نظامشون تو بد حشلیه. خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته. اینم وضعیت نظام در 3 کلمه: اوضاع خیلی خیته. وقت بخیر، خدا نگهدار.